الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه رهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه در قسمت گذشته هم پیرامون موضوع غیب صحبت کردیم که ادعای غیب، کسی ادعای غیب بکند آیا جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غیب را میداند یا نمیداند. در این مورد بعضی از آیات را به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت کردم و اشاره کوتاهی هم به این موضوع شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم غیب نمیدانند، که ان شاء الله در این برنامه و همچنین در برنامه‌های آینده هم به این موضوع مفصل‌تر خواهیم پرداخت. و هدف ما از این بحث این است که چون ما در برنامه‌های گذشته پیرامون موضوع سحر و جادو صحبت کردیم و این انسان‌های ساحر ادعای غیب می‌کنند، میگویند ما غیب می‌دانیم، آیا جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غیب می‌داند؟ آیا ادعای این انسان‌ها درست است یا نیست؟ در این برنامه هم به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی بعضی دیگر از آیات قرآن عظیم الشأن را تلاوت خواهم کرد و توضیح خواهم داد که غیب را چی کسی می‌داند و داننده این غیب ها کیست. بدون شک هر انسان مؤمن و مسلمانی جواب این سوال را میداند و میگوید الله. اما اینکه ادعی نافهم، ادعی از روی نافهمی، ادعی از روی اینکه نمیدانند، متاسفانه این غیب را احیانا برای غیر الله سبحانه و تعالی هم ادعا میکنند و با دلایل واهی و خرافی این چیزی که مخصوص الله هست این را برای غیر الله سبحانه و تعالی نسبت میدهند. بله، در خدمت شما هستیم در این برنامه هم با آیات دیگر. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 255 الله متعال که آیه مشهور است، سوره مبارکه بقره آیت 255 آیت الکرسی، در اخیر این تقریبا در اخیر الله سبحانه و تعالی میفرماید ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ کسی احاطه بر علم پروردگار را ندارد، بر علم الله سبحانه و تعالی را ندارد الا بما شاء، مگر آنچه را که سبحانه و تعالی بخواهد، که در این مورد هم ان شاء الله توضیح خواهیم داد در برنامه‌های آینده. در قسمت رد شبهات افرادی که ادعای غیب را برای غیر الله می‌کنند به این موضوع خواهیم پرداخت و به صورت مفصل توضیح خواهیم داد که آیا جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر غیب را می‌داند و آیاتی که ادعی از اهل بدعت به این آیات استشهاد و استناد می‌کنند که غیب را برای غیر الله سبحانه و تعالی ثابت کنند، ان شاء الله توضیح خواهیم داد این الا بما شاء. و همچنین پروردگار عظیم الشأن در سوره مبارکه طه آیت 110 می‌فرماید یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. در حکمت پروردگار سبحانه و تعالی، در کار و بار الله پروردگار سبحانه و تعالی هیچ کسی دیگر آگاهی ندارد و آگاهی ندارند. الله سبحانه و تعالی نفی می کند، آگاهی ندارند هیچ کسی، ولا یحیطون به علما، در آنچه که پروردگار سبحانه و تعالی تصمیم میگیرد، در حکمت پروردگار سبحانه و تعالی و در آنچه که الله انجام میدهد و فعال لما یرید هست، هیچ کسی احاطه‌ای ندارد، نفی میکند. این را باید بدانیم که الله سبحانه و تعالی دانستن آنچه که در نزد او هست برای دیگران و برای غیرش آن را نفی میکند که هیچ کس نمیداند مگر آنچه که خودش بخواهد، که ان شاء الله به این موضوع هم خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد. و همچنین پروردگار عالم سبحانه و تعالی در سوره مبارکه کهف، سوره‌ای که کسانی که به سنت پایبند هستند این سوره مبارکه را در هر روز جمعه تلاوت می‌کنند، چون رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد تلاوت سوره مبارکه در روز جمعه پیامبر علیه السلام تشویق کردند، ترغیب نمودند
و روایاتی هست در این مورد که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت این سوره مبارکه که در روز جمعه تلاوت شود بیان نمودند. حالا به هر صورت کسانی که با این احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم سر و کار دارند و از این سنت آگاه هستند، در روز جمعه این سوره مبارکه را تلاوت میکنند. یا عموم مسلمان ها به هر حال اگر در روز جمعه تلاوت نکنند، کسانی که با قرآن سر و کار دارند این سوره مبارکه را تلاوت کردند و این آیه را حتما تلاوت کردند. الله سبحانه و تعالی میفرماید له غیب السماوات والارض. برای الله سبحانه و تعالی است علم غیب و پوشیدگی های آسمان ها و زمین. یعنی الله میداند غیب آسمان ها و زمین را. الله سبحانه و تعالی این غیب را میداند. جز الله تبارک و تعالی کسی دیگر بر این غیب ها آگاه نبوده و آگاه نیست و آگاه نخواهد بود. و همچنین آیات دیگری هم در قرآن عظیم الشأن وجود دارد، از جمله سوره مبارکه رعد آیت 9 الله سبحانه و تعالی میفرماید عالم الغیب و الشهادة الکبیر المتعال. اللهی که عالم الغیب هست، اللهی که داننده غیب ها هست، اللهی که غیب ها را میداند، اللهی که از تمام آنچه که پنهان است و آنچه که ظاهر است همه چیز را میداند، اللهی که کبیر المتعال هست، اللهی که بزرگ هست، اللهی که همه چیز، علم همه چیز، آگاهی همه چیز در نزد اوست. پس بناهن این آیات قرآن عظیم الشأن هست که با این وضاحت کامل به این موضوع میپردازد. و همچنین الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه لقمان آیت 34 آخرین آیه سوره مبارکه لقمان الله سبحانه و تعالی میفرماید ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا و ما تدری نفس بأی ارض تموت ان الله علیم خبیر. خوب توجه کنین بینندگان عزیز و گرامی، در اینجا پروردگار سبحانه و تعالی بیان می کند که این 5 چیز را جز الله هیچ کس نمی داند و اینها از جمله غیبیات است. و این به این معنا نیست که الله تنها همین 5 چیز را تنها او می داند، دیگرها را دیگه مردم می دانند. نه خیر، در اینجا بیان شده که این 5 چیزی جز الله سبحانه و تعالی کسی دیگر نمی داند. جز الله تبارک و تعالی کسی بر اینها احاطه ندارد. ان الله عنده علم الساعه، علم قیامت و زمان قیامت که چه زمان این قیامت برپا می شود الله می داند، هیچ کسی دیگر نمی داند، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. یسألونک عن الساعه ایان مرساها قل فیم انت من ذکراها الى ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها. از پیامبر سوال میکردند که قیامت چی وقت اتفاق میفته؟ الله سبحانه و تعالی به پیامبر میگه پیامبر بگو که من برای این نیامدم که علم قیامت را بفهمم و قیامت را برای شما مشخص کنم. قیامت را الله متعال میداند، به نزد اوست علم قیامت. نه تنها در این آیه بلکه در آیات فراوانی الله سبحانه و تعالی به این موضوع میپردازد که الله هست که علم و زمان وقوع قیامت را میداند و این از جمله چیزهایی است که غیب هست، جز الله کسی دیگر نمیداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای قیامت علاماتی را بیان کردند، چی علامات کبرای قیامت و چی علامات صغرای قیامت. اما این که در چی زمان این قیامت اتفاق میافتد این چیزی است که فقط الله میداند، نه کسی دیگر. در ادامه الله سبحانه و تعالی میفرماید و ینزل الغیث. الله هست که این فرو فرستادن و فرود آمدن باران را میداند. الله هست که میداند این باران چی وقت به وجود میاد، چی وقت فرود می آید. الله هست که میداند این باران، این ریزش که در از آسمان می ریزد آیا این به نفع مردم هست یا به ضرر مردم هست. الله میداند دانه های باران را، همین ها را الله میداند. شاید کسی بگوید که امروز پیش بینی می شود، ولی این پیش بینی غیب گفته نمی شود، باید تفاوت میان این دانست، چرا که این با وسیله اتفاق می افتد، توسط وسایل این چیز را درک می کنند. و در ضمن
اولا اینکه هیچ کس بدون وسیله و بدون واسطه این را نمیداند. بعد از این هم که بداند فقط همین قدر میداند که این باران چی وقت فرود می آید، اما از نفع و ضرر این باران کسی خبر ندارد. از این که چند دانه میبارد کسی خبر ندارد. این را الله سبحانه و تعالی میداند که این باران احیانا باران میبارد، اما به نفع انسان ها نیست. خیلی ها فکر میکنن که این باران به نفع آنها تمام شده، ولی در واقع نه، این که به نفع آنها نشده، به ضرر آنها تمام شده. این باران همراه سیل بوده، این باران همراه خرابی خانه ها و ویرانه بوده. این باران همراهش این بوده که همه چیز را نابود کرده، انسان ها را از بین برده. یا برف باریده به اندازه سرد شده که یا به اندازه خانه ها را به اندازه بالای خانه ها سنگین شده که خانه ها را ریختانده، خراب کرده، ویران کرده. یا باران به اندازه شده که خانه ها را همه آب برده. به هر صورت این را الله سبحانه و تعالی فقط میداند، کسی دیگر نمیداند. و همچنین الله سبحانه و تعالی است که میداند که و یعلم ما فی الارحام، آنچه که در رحم ها قرار گرفته الله از آنها آگاه است، نه کسی دیگر. الله میداند که در رحم مادر چی وجود دارد، دختر است یا پسر. الله میداند که در رحم مادر و در رحم این زن این جنینی که وجود دارد، این جنین آدم سعادتمندی است، انسان سعادتمندی است یا انسان بدبخت و انسان شقی هست. الله میداند که این انسان فقیر است یا انسان غنی هست. الله میداند که سرنوشت این انسان چی می شود. الله میداند که چند سال عمر می کند، کسی دیگر نمیداند. شاید کسی بگوید که امروز توسط دستگاه ها مشخص می شود، توسط دستگاه ها مشخص می شود که این جنین دختر است یا پسر. بله، گفتیم که اینها توسط وسیله و دستگاه اتفاق می افتد، این غیب نیست. و ثانیاً این دستگاه ها نمی توانند مشخص بکنند که این طفلی که در رحم مادر هست و این جنینی که در رحم مادر قرار گرفته چند سال عمر خواهد کرد. و این دستگاه ها نمی دانند که این طفل انسان خوبی هست یا انسان بدی هست، انسان خوش اخلاق هست یا انسان بد اخلاقی هست، انسان خوبصورتی هست یا انسان بدصورتی هست. اینها نمیدانند که این انسان چقدر عمر می کند، انسان فقیری هست یا انسان ثروتمند و انسان غنی هست. پس بناهن الله تبارک و تعالی است که اینها را میداند و جز الله کسی دیگر بر اینها آگهی ندارد. الله خودش این را بیان می کند: ان الله عنده علم الساعه و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام. یعنی علم و دانندگی و دانستگی که الله تبارک و تعالی بر اینها دارد کسی دیگر بر اینها احاطه ندارد. و همچنین الله تبارک و تعالی در ادامه میگه و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ کسی نمیداند که فردا چی برایش اتفاق میافتد و چی به دست میآورد و چی انجام میدهد. هیچ کسی نمیتواند که فردای خودش را حساب کند، فردای خودش را بداند که من فردا چی کار میکنم، فردا بر سرم چی میآید، فردا برایم چی اتفاق میافتد. اینها را نمیداند. برخلاف اهل بدعت که میگویند نعوذ بالله شیخ همه چیز را میداند، استغفر الله. حتی احساس میکنند و فکر میکنند که شیخ از قریه دیگری، از شهر دیگری، از کشور دیگری آنها را مراقبه میکند، تحت نظر شیخ هستند، شیخ همه چیز را میداند، در حالی که این شیخ بیچاره از خودش چیزی خبر ندارد، پشت دیوار را خبر ندارد، چی برسد به این که از حال تو آگاه باشد. اللهی که از رگ گردن به تو نزدیکتر است اون را فراموش کردی، به دنبال انسان ها دویدی و سرانجام بدبخت و بیچاره و روسیه شدی. یا اینکه انسان فکر بکند که نعوذ بالله ائمه علیهم السلام غیب میدانند که چی وقت از دنیا میروند، اما با آن هم وقتی لیوان زهر برای آنها داده می شود آن را می نوشند. از مرگ خود آگهی دارند، اما وقتی به آنها لیوان زهر داده می شود می نوشند. عجیب است. این تناقض را چی جواب می دهید؟ باز هم می گویید که هر وقت امام خواسته باشد غیب بداند میداند، هر وقت نخواسته باشد نمیداند. این دلیل و این استدلال مسخره شما و پوچ شما به درد این عقلهای پوچ خود شما می خورد.
انسانهای عاقل، انسانهای هوشیار، انسانهایی که عقل دارن، فکر دارن، عقلشان این رو نمیپذیرد. اصلا اگر خود شما به این موضوع فکر کنید میدانید که خودتان را گول میزنید، خودتان را مسخره میکنید. به هر حال این یکی از چیزهایی است که الله میداند و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا. هیچ انسانی نمیداند که فردا برایش چی اتفاق میافتد و چی کاری را انجام میدهد و چی چیزی را برای خودش به دست میآورد. یکی دیگه باقی مانده از این 5 چیز که یک میان برنامه میگیریم و انشاءالله بعد از میان برنامه به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی این موضوع اخیر را هم اشاره خواهم کرد. وصال حق، ندای حقیقت. الحق من ربك فلا تكونن من الممترین. این فرمان حق از سوی پروردگار توست، بنابراین از تردید کنندگان مباش. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. بله، آیه مبارکه سوره لقمان را در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلاوت کردم و توضیح می دادم. آیه 34 از سوره مبارکه لقمان. 4 چیز را پروردگار سبحانه و تعالی در آنچه که قبلا به خدمت شما بیان کردم میگوید که هیچ کس اینها را جز الله نمیداند. مورد پنجم که الله تبارک و تعالی در این آیه مبارکه اشاره می کند این است که میفرماید و ما تدری نفس بأی ارض تموت. الله سبحانه و تعالی میداند که چی کسی در کجا فوت می کند، در کجا مرگ به سراغش می آید. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ انسانی نمیداند که در کدام سرزمین می میرد. تولدش در یک کشور شده، در یک قریه شده، در یک منطقه شده، اما نمیداند که سرانجام مرگش در کجا خواهد بود. نمیداند که در کدام زمین مدفون خواهد شد. عجیب است. افرادی هستند که در یک کشور به دنیا آمدن، سالها در اونجا زندگی کردند، اما اتفاق افتاده که از شهر خود بیرون شده، به محض اینکه از شهر خود بیرون شده در همانجا فوت کرده. هر کدام از من و شما این را به خوبی میدانیم و تجربه کردیم. نفر مریض میشه، او را میخواهند ببرند پیش دکتر، میخواهند ببرند از یک کشور بیرون میکنن به کشور دیگه ببرند پیش اطباء. در وسط راه فوت میکنه، از این سرزمین خارج میشه به سرزمین دیگره. هیچ زمانی هیچ کس نمیتونه که این را پیش بینی میکنه که من در کجا فوت میکنم، در کجا از دنیا میرم. این را فقط الله میداند. برخلاف روافض که میگویند امام مرگش در اختیار خودش هست و میداند که در کجا میمیرد. استغفر الله. این آیه مبارکه به صورت صریح این عقیده فاسد و کاسد را رد میکند، این عقیده پوچ را رد میکند. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. آیا اگر آیه قرآن کدام ترجمه دیگری دارد، کدام تفسیر دیگری دارد، به ما نشان بدهید. خیلی صریح خداوند سبحانه و تعالی کسی را هم استثناء نمی کند. و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ نفسی، هیچ شخصی، هیچ کسی نمیفهمد. به صورت عموم پروردگار سبحانه و تعالی مطرح می کند. کسی را هم نه قید می کند و نه استثناء می کند و نه هم خاص میشه از تحت این عمومی که در اینجا هست. پس بناهن وقتی که چنین است، این عقیده فاسد یعنی چه؟ می شود گفت که آنها استثناء هستند؟ کجا استثناء شدن؟ یا نعوذ بالله بگوییم که آنها صفت خدایی دارند، نعوذ بالله، که این کفر مطلق هست. این شرک در ذات احدیت الله سبحانه و تعالی است و در صفات الله تبارک و تعالی است. به هر حال الله سبحانه و تعالی می فرماید
و ما تدری نفس بأی ارض تموت. هیچ کسی نمیداند که در کدام سرزمین و در کجا از دنیا می رود. ان الله علیم خبیر. الله سبحانه و تعالی بدون شک و قطعا، توجه کنید، ان الله بدون شک، قطعا، بدون هیچ شک و تردیدی، الله تبارک و تعالی علیم هست. از این مواردی که بیان شد الله آگاه هست، میداند. اللهی که خبیر هست، اللهی که از همه چیز باخبر است، از همه چیز باخبر است و علم همه چیز در نزد اوست. این آیات صریح قرآن عظیم الشأن هست که برای ما توحید را یاد میدهد، برای ما نشان میدهد که هیچ احد جز الله تبارک و تعالی غیب را نمیداند. له غیب السماوات والارض. برای الله است تمام غیب‌های آسمان و زمین و آنچه که در اینها وجود دارد، همه چیز را الله میداند و هیچ کسی دیگر در این علم پروردگار با الله شریک نیست. در این که پروردگار در این غیب‌ها و در این پنهان‌ها و در آنچه که پنهان هست الله تبارک و تعالی میداند و کسی با او شریک نیست. آیات قرآن عظیم الشأن در این مورد فراوان هست و الله سبحانه و تعالی علم غیب را از پیامبران خود هم به صورت عموم نفی می کند. به صورت عموم الله تبارک و تعالی بیان می کند که پیامبران هم علم غیب نمی دانستند. پیامبران علیهم السلام از غیب آگاه نبودند که ان شاء الله به توفیق پروردگار سبحانه و تعالی این آیاتی که نشانگر این است که پیامبران علیهم السلام هم به شمول رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگرچه در برنامه گذشته هم در این مورد صحبت کوتاهی کردیم، ان شاء الله آیات دیگری را هم اشاره می کنیم که الله تبارک و تعالی بیان می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگر پیامبران علیهم السلام غیب نمیدانستند و از غیب آگاه نبودند و اتکاء ما بیشتر به قرآن عظیم الشأن هست و ما از قرآن استدلال می کنیم، چون هیچ کسی از اهل بدعت نمیتواند بگوید که من قرآن را قبول ندارم. شاید سنت را رد کند، بگوید سنت را قبول ندارم، حدیث را قبول ندارم، اما اول اتکای ما به قرآن عظیم الشأن هست، به خاطر اینکه بر این انسانها اتمام حجت بشه و دست از این عقیده خرافی و این عقیده فاسد و کاسد و پوچ خود بردارند. الله تبارک و تعالی همه را هدایت بکند. در برنامه آینده ان شاء الله پروردگار به ما توفیق بده به این موضوع خواهیم پرداخت که پیامبران علیهم السلام علم غیب را نمیدانند. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.